من منصورم و به اتفاق ایان قرار بریم یه جای خیلی خیلی خفن توی منطقه هادزابه توی تانزانیا. یه قبیله خیلی عجیبیه که همه چی میخورن. با هم دیگه بریم چه خبره. بچه ما یه تاکسی گرفتیم داریم میریم به سمت مرز تانزانیا. کمتر از نصف ولی دیگه چیز زیادی نبوده تا برسیم به مرز. تازه من یه ریسک کردم اینه که اقدام کردم واسه ویزای تانزانیا خیلی و مخصوصا الان هم که فصل نزدیک به انتخابات تانزانیا هست واسه همین ویزا رو خیلی سخت. حالا یه رفیقی داریم که میاد اونجا ما رو رد کنه. مثلا بک‌دور قرار بریم دیگه، در پشتی قرار بریم ببینیم که چی میشه. امیدوارم که رد بشیم و بعد براتون خاطراتشو بیشتر بریم چه خبره. این ماشینم گرفتیم رفتیم تاکسی بگیریم. تاکسی برگشت گرون بود، خلاصه اوبر گرفتیم و این اوبریه ما رو داره میبره تا مرز کنیا و تانزانیا به اسم بولیوی. 11,000 تومان باش بستیم. تازه جوئل ترسیدون گفت که منصور میبرن تو خفتتون که 11,000 تا امکان نداره ببرن اینا. خلاصه ما چک و چونه زدیم. اینم از 16,000 تا میگفت تا رسوندیمش به 11,000. که با این ماشین نمیتونید برید. حالا داریم یه جای خاکی رو میریم نگاه کنید. مشقتایی کشیدیم واسه این کار. جاده خاکی رو باید 70 کیلومتر بریم تا برسیم به جایی که توی مرز کنیا و تانزانیا در واقع تو خاک کنیاست و ما مجاز ترددش هستیم. پیشنهاد پولم دادیم ولی یارو ادا اصول زیاد داشت قبول نکرد. ببینید چه راههایی رو داریم میریم. خیلی سخت برودیش و سالی که اینگیز ولا کودانی ارد خاک میاد بیان هم اینجا برای به کار بدش بگیم. برای اینگی نه نرامی اوکو خانده بدبختی هم که گرفتیم بیچارهش کردیم. آخر سر یه چیزی بهش اضافه میدن مونا داره. جاده خاکی 50 کیلومتری بعد الان همچنان ادامه بدیم. بفنان نکی بالاخره رسیدیم به جاده آدمیزادی. بعد از ساعت‌ها رسیدیم به جاده آدمیزادی و دیگه نزدیک به مرزیم تا طرفمون اونور بیاد و ما رو خودش ببره. ببینیم که میتونیم رد شیم یا نه. هنوز نمیدونم واقعا. تا اینجا اومدیم و واقعا هم دهنمون سرویس شده ولی امیدوارم که بریم دیگه. نمیدونم چی میشه.
بریم جلو بریم چی پیش میاد. بچه‌ها بالاخره رسیدیم به تابتا، جایی که باید از اینجا بریم مرز رو رد کنیم. الانم گشنه‌ایم، داریم بریم یه چیزی بخوریم ببینیم چی پیدامون میشه دیگه. چی پیدا میکنیم در واقع، پیدامون میشه نه. اینجا نقطه تقریبا میشه گفت نقطه صفر مرزی کنیا و تانزانیاست و همونطور که میبینید دیگه آبادی خبری نیست. منتظریم یه غذایی بخوریم و بعد بریم سراغ کارامون. اونورم که ونا رو ببینید همه مسافربرین و آرزم خدمتتون هیچی گشنمان است اصلا. بچه ها اینجا یه موتور گرفتیم که با موتور بریم، به سمت جایی که غذا بخوریم. خلاصه تجربه جالبیه، جاتون خیلی خالیه، نمیدونیم نتیجه چی میشه، هنوز داریم میریم تا ببینیم که به کجا خواهیم رسید. کلا همه چی اینجا پوله، همه چی هم با پول حل میشه. غذا هم اینجا یه جایی داره میاره، فکر کنم مریضم نشیم صلوات. رفتیم یه جا غذا نداشت، گفتش که یه 20 دقیقه طول میکشه غذا آماده بشه. ما هم گفتیم خب تصمیم گرفتیم این موتوریه پرسیدیم، گفتیم که اگه ما رو ببری لب مرز غذا پیدا میکنیم یا نه. گفت آره اونجا هم هست، حالا بریم یه چیزی هم میریم لب مرز. همین که الانم دوستم بهم گفتش که منم تو راهم، یه 20 دقیقه دیگه میرسم به مرز. ما البته قرارمون ساعت 3:30 بود، ما 2:30 رسیدیم. خب خیلی هم خوبه دیگه. از این جهت راهمون طولانی بود ولی یه راه چیزی رو اومدیم، یه راه میانبری رو اومدیم. تو میانبره واقعا خاکی بود و اذیت نشدیم خیلی، ولی راننده واقعا به نظرم اذیت شد. من باش بسته بودم $80، $20 هم بهش اضافه دادم چون واقعا دلم سوخت براش، هیچی تهش براش نمیمونه. اینجا هم شهر لب مرزه به اسم تابتا که اون ورش میشه در واقع موشی و بعدم میشه آروشا. اینجا هم که اسمی شهره دیگه. حالا موتور 3 ترکه سوار شدیم تا لب مرز. هم دخترای لب مرز. اینجا مرز هولیلیه، جایی که دیگه کم کم نزدیک میشیم که از مرز کنیا رد شیم و بریم به سمت تانزانیا. این قسمت هایی هم که الان میبینید خاک تانزانیا است ولی هنوز ما رد نشدیم. باید بریم و کارهای اداری رو انجام بدیم. وای آها لیک چالا اصلا راه ندارم، مهم نیست، میریم میگیریم میخوابیم. باشه بذار رسیدیم توی یه چیز. الان اینجا بعدم اتوار زنگ میزن. سواحیلی یا همون سواحیلی توی تانزانیا فرق میکنه. مثلا الان ایان به من میگه که شیکامو میشه مثلا چطوری، منم باید بگم مرحبا. مرحبا یعنی مرسی، منم قبول کردم، خوبم، اوکی هم همینجوری. این رفیقمونم از میکس تانزانیا، کنیا و ایندیا اینترنشنال. یکی سفارش دادیم اینه، بهش میگن نیاماچوما. گوشت و اینجوری استاد ساتوری میکنه، سرآشپز بزرگ و میریزه اینجا. 1 کیلو گوشت سفارش دادیم که بخوریم، از اونجا هم میاره. مامبو پوا
بچه ها به این میگن اوگالی. اینم میشه اسفناجش، اینم که گوشته است، سس قرمز و همین دستان. بعدم خبری از قاشق و چنگال اینا نیست. با این دست میشوری و اینجوری دست میشوری و بعدش هم که میریم تو کار غذا دیگه. دلتون نخواد. یه شروعی میکنم ببینم که طعمش چیه. سفته، نمک نداره. چرا نمک داره؟ خوشمزه. بس تا بده. اینو برمی‌گردم میتونم. این خانم خوشگلم مدیر این رستوران مرمبو. Waiting ugali.